بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، حمد و ثنا بر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب عز و طاعت. نام پاکش محمد عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا الله سبحانه و تعالی در این سحری پرفیض، سحری پربرکات، اولا دیدار یکدیگر دیدن خدا مناسب دید و تنی صحت داد. خاطر جمع به شما عزیزان هم صحبت شدن زبان برا داد. از الله سبحانه و تعالی خواهش داریم که خداوند در وقت انشاءالله گفتاری سخن خدا پیغمبر و خطاها ره ندیم. انشاءالله خدا خواهد و شما عزیزان، یعنی در این روز که محفلی توی نکاح هست، انشاءالله عقد انشاءالله دو جوان است. بعضی مسئله مهم خدا خواهد که در این انشاءالله خدا خواهد تعلقاتی دارد و شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم. که دیگری صحبت ما و شما ماه مبارک شریف رمضان نزدیک است عزیزان من، در این باره هم کمتر با شما عزیزان هم صحبت میشیم. سبب که اکثری جوانای ما و شما روزخر هستند، اکثری جوانای ما و شما به نمازند، خدا را نمیشناسند، پیغمبر را نمیشناسند. سبب این نشناختن امروز اکثر گناه ها، اکثر عذاب ها، اکثر انشاءالله نافهمی ها بین قوم و جمعیت ما و شما وجود دارد. خدا انشاءالله فرصتیت به شما عزیزان هم صحبت میشیم. اولا انشاءالله اهل خاندان به مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول تبریک و مبارک باد میگیم و این توی برای هر یکی ما و شما الهی مبارک باشد. به طفل این انشاءالله توی ما و شما دیدار یکدیگر دیدستیم و انشاءالله سخنی خدا و سخنی پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم بس همه شما رسانده سادیم انشاءالله. البته به این داماد و عروس خدا سبحانه و تعالی محبت صمیمی، محبتی که بین آدم و حوایی، محبتی که بین یوسف و زلیخایی، محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبرایی و محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه زهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی بین دو نوجوان پیدا نماید و در آینده مثل این باباهاشون، مثل انشاءالله خدا خواهد پدراشون انشاءالله آدمان جوانای صالح، جوان دختران صالح به دنیا آوردن شه الله سبحانه و تعالی مناسب بینه. چون که سرچشمه زندگی اگر انشاءالله خدا خواهد مهر داشته باشد، سرچشمه زندگی محبت داشته باشد، سرچشمه زندگی ایمان و دیانت داشته باشد، البته او سرچشمه انشاءالله خدا خواهد چید انشاءالله نتیجه خوب میتید. البته انشاءالله در اسلام عزیز البته انشاءالله پیش از ازدواج دیدن یکدیگر است و انتخاب کردن انشاءالله همسر است و انتخاب کردن انشاءالله دو نوجوان یکدیگر است. باید در وقت انتخاب کردن ما خطا نکنیم عزیزان من. طوری است در اسلام دیدن یکدیگر درست است، یک مراتبه با واسطه انشاءالله خدا خواهد زن خاله و عمش باشد، مردم انشاءالله یک جورش باشد، یک مراتبه دو مراتبه دیده انشاءالله کمتر صحبت کرده و مهر و محبت بستن در اسلام خطا نیست. لیکن نه این محبتی که امروز جوانای ما شما دارند و این محبتی که امروز جوانای ما دارند غضب خدا را با وجود می آورد. امروز انشاءالله خدا خواهد کمتر فاتحه شده است، شب و روز انشاءالله حتی که بعضی ها تلفناش دست است، بعضی ها پیش از نکاح یک جای شدن آغاز دارن. از خدا بترس، از الله ترس خدا خواهد انشاءالله. تا نکاح نشوی، تا عقد نکاح نشود و دو شاهد، او دختر برای تو حرام است، او بچه برای او دختر حرام است. عزیزی من از خدا بترس.
در شهری روس گشته، در بین دیگر قوم ها گشته، اون چیزایی که اجرا میکنم برای ما شما حرام است. برای ما شما تا عقد نکاح نشه، حتی یک بچه و دختر در خلوتی یک جا شدنش حرام است. وقتی که شیطان ملعون میگه اگر دو جوان، یک بچه و یک دختر در یک جا شیش، سیومش من هستم. البته وسواس میکنم، دست بقب، روش عقب، بوسش کن، رهاش کن، سرچشمه های زنا سر میشود. بدمین در یک خلوتی نبیست، از خدا بترس انشاءالله. تا عقد نکاح شاهد شده انشاءالله خدا خواهد، یا که طرفین راضی شده انشاءالله، بعد عقد نکاح کنین، بعد انشاءالله یک جاشین. وای حیات شیرینی دارد، وای حیات زیباگی دارد، از وای الله سبحانه و تعالی راضی میشد. نیکی شما امروز جوانایی که محبت بسته سادین و شب و روز انشاءالله به دیگر یک جای صحبت و چخچخ های شهوانی میکنی، وای حرام است عزیز من. به واسطه تلفنم شهوت بازی کردن حرام است. ترا نگفت است که یک فاتحه کردن چیکاری بکنی؟ نه، از خدا بت، از خودداری که انشاءالله خدا خواهد. مقصد از نکاح چی است میدانی؟ مقصد از نکاح یعنی فرزندهای صالح و صالحه با وجود آوردن است. امروز برای چی فرزندهای صالح گم شد؟ امروز برای چی خدا خواهد شیخ سعدی نامده است؟ برای چی حافظ و بیدل نمی آید؟ برای چی عالمان خوب نامده است؟ سبب که انشاءالله زواد فابریکا ویروم است. امروز بچه و دختر تماما ویروم شد. نه ایمان کامل دارند، نه دیانت دارد، نه از الله میترسد. فرزندی خوب گرفتنش در دست من و شماست. الله دهنده است، لیکن سببگارش من و شما هستیم. یک به تاریخ بزرگان نظر انداز. این بزرگان اسلام همش پدر مادر که تازه بود، پاک بود، الله سبحانه و تعالی فرزندای ارگینه را با وجود آورد. امام بخاری میگه مادر شو به طهارت شیرش نمیداده. من خدا این دو جوان امام اعظم آورد که امام اعظم الحمدلله بهترین انشاءالله انسان که خدا حق سبحانه و تعالی علمش داد. خدا حق سبحانه پیغمبر 4 حدیث در شأن امام اعظم گفت و امانش گفته داده برای ولی بعض جوانایی که امام بعد میبینی، بعض جوانایی که امروز برمده امام بعد میبینی، حالا تو و یارشیدن ده کو انشاءالله خدا کرد 100 سال دیگر نمیشه به می اخلاقت. در 4 سالگیش حافظ قرآن شدگی 3 روز نه قرآن ختم کرده، تو در 30 روز ختمش کنه میتونی. من ماه رمضان در قرآن ختم کرده جای خدا خود جرأت نداری که نیم ساعت ششته دو برق ایرو قرآن خوندن وقت نداری. از خدا بترسین انشاءالله خدا خود. یکی دیگری شرط نکاح محترم جماعت از راه شیطان دور شدن است. وقتی که ما شما با واسطه نکاح، چونکه در وقت جوانی شما شیطان شما را وسواس میکند. با چی؟ با زنا وسواست میکند، وسواس با گناهت میکند. مقصد از همون راه شیطان انشاءالله گشتن است، از راه شیطان دور شدن است. من بعض امام های هستند، من در کتاب های فقهی نزد امام اعظم مسئله است که اگر امامی که مثال زن نداشته باشد امامتش مکروه است. برای چی مکروه است؟ سببش که وای هوشش می رود، در کوچه چند تا دختر می بیند. این شهوت است، شیطان است. شهوتی که زیاد شد نماز نمیستد، فکراش هر گونه می رود. برای همین شما اگر قادر باشند با زودی خانه‌دار شو. کشاله نکن سنت پیغمبره، سنت روش خدا خود پیغمبرانی پیشین ای آدم تا خاتم، ای خاتم تا این دم نکاح ای. آدم علیه السلام هم بین پیداش کرد، طاقت نکرد خدا از قلقه چپش ماما هوا آفرید یک جایش کرد. من و تم در سینی 17 و 18 طاقت نمیکنیم، مجبورم با گناه با زنا دست میزنیم.
برای بزینا دست نزدنت، پیش خدا آسی و گناهگار نشیدنت نکاح زنگیر. چون که ملعون شما را هر رنده میبرد، ملعون شما را وسواسی به زنا میکند، فرزندای زنان را وسواست میکند یا نمیکند؟ بی من برای شما یک قصه زنی فرعون میارم. بینین فرعون خودش ملعون عزیزان من در مصر گذشتگی است. فرعون 400 سال پادشاهی کرده است. من برای مردها و زنهای مسلمان این قصه را برای عبرت میگم. سبب انشاءالله خدا خواهد آسیا نامش، آسیا ابن مذاهب بنت مذاهب، ایمان آوردن سببش بینن. همین سهر مطالعه کردم در کتاب، میگد یک خزینه‌بان داشت فرعون. زنی همون خزینه‌بان ایمان آوردگی بود به حضرت چی؟ الله به واسطه موسی علیه السلام. دورای حضرت موسی در گذشتگی، این در مصر شدگی، یعنی عربستان. در 400 سال نزد دریای نیل پادشاه بود. بسیار پادشاه ظالم بود، بسیار مردم آزار میداد، مردم از دست بسیار اذیت کشیدگی هستند. این قصهش دراز است، من قصه عیناً ایمان آوردن خدا خواهد آسیا میگم. میگد همون خزینه‌بان یک زن داشت، میگد زنش میگد ایمان آوردگی بود با موسی علیه السلام. چون که همون دور نویا زندگی کردن، همون پیغمبر ایمان آوردنش ایمانی حقیقی است. ما در کدام دور و زمان که بیایم، کدام پیغمبر باشد، هوای ایمان بیاریم، هوای انشاءالله خدا خواهد شریعت چکنیم، سنتاش بجا بیاریم، انشاءالله جنتی هستیم. میگد همون میگد زنی همون میگد خزینه‌بان دختری میگد فرعون موسیش شانه میکرد. میگد یک بار شانه میگد دستش غلطیدم باید گفت. مرد گفت به همین خوب خدای دنیا ما دیگر خدا داریم. حالانکه دختر میگه سوال داد که بغیر از پدر ما دیگر با خدا هست؟ گفت خدای عالم است که گفت من دم پدریتونم، همه دنیا نوای خدای، این پدریت خدا نیست. بینن جوابه. میگه دختر فرعون خیست، میگه یک شپلاق حالانکه زن زد. گفت چی میگه؟ گفت پدری من خدا. چون که فرعون در تمام خدا خواهد مصر خودش خدا اعلان کرده است. گفت انا ربکم الاعلی، من خدای شما هستم. گفت دیگر خدا نیست. گفت اعلان کرد. میگه دختر رفت و میگه پدرش خبر داد. گفت پدر گفت این گفت زن خزینه‌بان گفت دیگر خدا داشت از بغیر تو. گفت میگه زن آورد، گفت حکم کرد بیارش. گفت میگه آورد. گفت تو چی میگوی؟ گفت بغیر از من با دیگه خدای. گفت البته خدای. گفت خدای دو عالمه. گفت منم از تو هم دیگرم خدا دیگر زیاد خدا است. گفت میگه فرعون در جهاله شد. گفت میگه دست و پاهاش مخ زنی، دست و پاهاش مخ زدن. میگه گفت که من از دین موسی گرد. گفت من خدا هستم. گفت که من نمیگردم، خدا لا اله الا الله موسی کلیم الله موسی. گفت خدای موسی نه من میام یارم. گفت که میگه بچه تا در پیش نکشم، چی کاری بکنی بکن. گفت بچهش آور میگه در پیشش کشت. بینین بچهش کشتن بعد بچهش روحش گفت مادر جان. گفت یعنی بقوت چه؟ گفت انشاءالله خلاقت در پیش مکافات های عالیه. گفت نترس. زنی فرعون آسیا شنیده سادات. فردا میگه دویم بچهش آورد میگه کشت. با دیمش بشارت داد. گفت که میگه ای مادر جان نترس. گفت در پیش گفت با مکافات های عالیه. زنی فرعون آسیا شنیده استادت. این خدا خواهد سوره تحریم آیت خدا خواهد 9 10 در این قصه می آید، میتونه شما مراجعت کنید. بعدی که میگد انشاءالله خدا خواهد خدا در همین لحظه میگد جانی اون زن گرفت. میگد آسیا شنیده میگد حضرت موسی در ایمان آورد. بعد ایمان آوردنش فرعون فهمیده چیکار کرد؟ یعنی زنش آزار دادن سر کرد. گفت زنکم بیاره. گفت که من خدا هستم، تو خدا نیستی. گفت خدای عالم دیگه و الله رب العالمین. گفت بعد میگه چیکار کردند؟ گفتن مخش کنه. زنش در وقتی مخ کرده ایستادگی بینن
دعا کرد پروردگارا، این آیت است، در نزد خود در جنت برای من قصر بنا کن و نجینی من الفرعون، من از این فرعون عذابش نجاته. همه حالت بود. میگه الله سبحانه و تعالی جانی چی؟ یعنی آسیا را میگه گرفت و میگه در وقت جانگیریش میخندید، شاده میکرد، چون که انسانی مسلمان در دم مردنش جات نشون میتیند. فرشته حضرت جبرائیل در قناتش اگر خدا خواهد جنتی باشه یک بار دوزخ نشان میداده، تا جات همین ای لیکن طاعت عبادت کردی اکن مکان جنت ای. کافران را دم مردن شنن در قناتش دوزخ جنت نشانش میداده، اگر گفتی خدا را میکردی عمل میکردی جات جنت بود، الا نکردی اکن جات دوزخ ای. در وقت جان دادن میگه میخندید، حیران شد. میگه بینین خدا خواهد انشاءالله، بینین در دوره که خدا خواهد اون آسیا در بهترین ملک زندگی میکرد. عزیزی من، در نزد زنی پاشا بود، همه موجودات داشت، گدا نبود، لیکن الله سبحانه و تعالی را شناخت و الله سبحانه و تعالی ایمان آورد. بینید دو زن است که انشاءالله به ایمان رفته از زنای پیغمبر. بینید زنای پیغمبر، حضرت نوح خودش پیغمبر بود که بینید 950 سال دعوای پیغمبری کرده است، همسرش به ایمان برفت. خدا نگه دارد. لوط علیه السلام بینید خودش پیغمبر، زنش دوزخی شد. بینید این خدا قدرت است، خدا خواهد انشاءالله، خدا قادر است. مثال بینید برامین ما و شما از الله ترسیم، مثل زنها باید که انشاءالله چی داشته باشیم؟ ما هم انشاءالله خدا خواهد انشاءالله مهر محبت نسبت به اسلام داشته باشیم. یکی دیگری خدا خواهد اکنی نکاح آرامش تن و جان است. با واسطه خدا خواهد نکاح یک جای شما راحت میکنین، بدن شما راحت میکند و شما را این زن شوهری از غم و غربت دور میکند. یا نمی سبب برایشی از پیغمبری بزرگوارم سوال دادن که شما از دنیا چند چیز ناز میبینه؟ گفت من از دنیا 3 چیز فقط ناز دیدم، یکیش گفت زن است. بینه محمد صلی الله علیه و سلم زنها را دوست می داشت. برای رسول گفتن که النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. گفت این نکاح گفت سنتی من است، کسی که از سنتی من گفت سرکشی کند وای امتی من نیست. سرکشی نکن. بعض جوان است 20 و 25 و 30 حالی هم زن ندارد. نمیگیری گفت میگه زن چیکار میکنم؟ چیکارش میکنی؟ پختش میخوری؟ زنک چیکارش میکنی؟ خدا خواهد زنک چراغ خونت ای، زنک انشاءالله ایره بد گردوندنت ای، زنک انشاءالله خدا خواهد خانه خدا خواهد مهر شای، این خانه زیباگی شای، زیبی حولی ای. عزیز خدا خاندار شای انشاءالله. بعض زنها برست که شوهر نمیگیری 23 دلمنه نمیکنم ایستادن گیری خدا خواهد مردکش نمیماری. بعد دیگر نه زن میفارد نه حیات میفارد. این حیات نیستین. حیات یک شیرینیش خاندار شدن است، زن و شوهر زندگی خوب کردن است. عزیز من خاندار شد انشاءالله. خدا خواهد صحابه پیرترینش خدا خواهد انشاءالله که 70-80 سالش وقتی که زناشو میمرد میامد میپرسنش که چی آرزو داری؟ میگفت من همین روزم خاندار کنه که من تنها به خدا واخودن بعد میبینم. چه خودش خدا تنها است. حتی بینین اگر ما و شما خدا یک خرسند میشده چی نه خرسند میشده، اگر ما زن و شوهر محبوبه بازی کنیم، یا دیگر را بوسه کنیم، به یک دیگر خدا خواهد خار و مال کنی، یک دیگر که خدا خواهد انشاءالله محبت بازی کنی، الله خرسند میشده است. این خدا خرسندیش نمیکنی. خدا خواهد انشاءالله همسر که شب و روز بازی کوی برای تو نعمت داده، تو را برای زن نعمت کرد، مرد برای خدا خواهد زن برای مرد نعمت کرد. چمو بیگانه خدا خواهد دوزخ رفتن، همسر خدا خواهد نوازش کن، لبای گپای خوب زن شیرین زن خدا خواهد. اصلی محبت گپ خوبه یا نمیزنی گپ خوب خدا خواهد انشاءالله. نمیخوای که بزنید یا محبت یک صمیمی حیات بری خدا خواهد انشاءالله، یک حیات شیرین بری پیغمبر بی خدا خواهد انشاءالله. وای آرامش تن و جان شما است عزیز من. این زندم همین چیز است خدا خواهد انشاءالله.
زن به من در کار نه یا شود به من در کار نه، گفته که کلمه را استفاده نبر. زودتر حرکت که انشاءالله خلاقت خاندار شو، زودتر حرکت که خلاقت از این نعمتی که الله داده است انشاءالله راحت کن. لیکن نکنی چی شیطان مجبور تو را باز اینا امر بکند، مجبور انشاءالله خلاقت عاقبت بعد گناهگار میشی پیش الله سبحانه و تعالی. یکی دیگرش محترم جماعت انشاءالله خلاقت یعنی آرامش دل راحت میکند، دل آرامش میگیرد، انسان خاطر جمع در بین جامعه میگردد. یک نکاح فضیلتش یا نمی عزیزانی من، وقتی که همسرت باشه خلاقت یگان زنی بیگانه نگاه نمیکنی، رغبت به گناه نمیکنی انشاءالله خلاقت، چون که خودت نه هست، آرامش دل است، آرامش تن است. انشاءالله خلاقت به یگان چیز خلاقت حرکت نمیکنی. برای عزیزانی من خلاقت انشاءالله بین هممون انشاءالله خلاقت زندگی خوب کنیم، روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادامتیم، یا دیگر دوست دارید یا دیگر شما محبت بندیم و با سخن خود انشاءالله خلاقت زنها را شاد کنیم. زنها باشد شوهراش با سخن خوب و ملایمش انشاءالله خلاقت شاد کند.